درود. خیلی خوش اومدید. درود علیکم. خیلی خوش اومدید به چنل پریفان میوزیک عزیزانم. پریسا هستم، خوش اومدید به چنل خودتون. بندم که سینا هستم، ارادتمند نگاه‌های مهربونتون. قراره بریم موزیک بسیار زیبا ببینیم و بشنویم به نام مادر با پیشنهادات بسیار شما از باستر، اگه اشتباه نکنم این دوست رپرمون که قبلا هم ازش شنیدیم کارو. فکر کنم آهنگ بسیار خوش حس باشه دیگه، یعنی همه حسش رو شاعر رو ریخته بیرون و شعر رو هم توی اداش به قولی حس خوبی رو به مادر میده. به به. بدون معطلی بریم و شروع کنیم. لایک ویدیو رو بزنید، چنل رو سابسکرایب کنید و ما رو حتما به دوستاتون معرفی کنید. باشه؟ کنم مادرش از دست داده باشه. خیلی بد شاعر. آره یعنی قشنگ استارت آهنگ رفت اون مود دپرشن، ولی خب دیگه تقدیم به مادره دیگه. ولی عموما آهنگایی که برای مادر یا پدر خوانده میشه معمولا به یاد اونهاست، یعنی معمولا آره. وقتی که از دستشون میدن و این بده. آره معمولا غمگینه، یعنی مثلا اینجوری با علم یک علم میخواد دیلم، یک علم از آن علم میخواد دیلم، آن صدا کنه از لبانی مادرم، یک علم بازی بلند میخواد دیلم، هر سر میخیز میکن رو مولی بافتگی تاکیه بار بو بکشم بوی و چم فوره ابو خنه که میکن جمعه دختگیت من دیچی در کنیز گرمی و چم فوره الله بگم ما مهربان کیالی اما همو کودک میوچه جان علم دارم اوچ به تو خارزارم برای کی همه چه دارن و من ندارم یادم لبه برارم و نگاه جیگریت برای خنده فانزن گیره های کدگیت ارکگی کدم و چه گفتم سرم دزانا زیلا گریم و که جای بخوام زندگیت الله. وای چقدر سوز داره صداش، خیلی سوز داره و اون افکت هایی هم که تو تنظیم استفاده شده و ترکیب شده همراه با بیت رو صداش دیگه دلتو میخواد کباب کنه دیگه. امیدوارم اونایی که مادراشون در قید حیاتن و زنده هستن سایه‌شون بالا سرشون باشه و اونایی که نیستن روی همه مادران آسمانی هم شاد باشه. چقدر قشنگه. آره یک نمادی از مادرشون گرفته دستش، یک روسری حالا یا یک شالی یا یک لباسی است که بوم میکنه، انگار تنها یادگاری هست از مادر. گریت بار خنده فانزن گیره های کدگیت ارکگی کدم و چه گفتم سرم دزانا زیلا گریم و که جای بخوام زندگیت الله یک الله میخواد دیلم، یک الله از آن الله میخواد دیلم، آن صدا کنه از لبانی مادرم، یک الله بازی بلند میخواد دیلم. میمیرم برای تو همون صدای تو میرسد بگوش من یاد کردم کجای تو میربانیای تزارم کی بیای حتی دواتنی خدمت غریب و آچه جان فیدای نامت جانم تای خاکی دایت خانم ماری بوی تو میاکی را آغوش گیرم بخوام که نامی دختر من با نامت مانم یک الله میخواد دیلم. یه عشق خالصی رو اومده به شکل رپ حالا، یعنی اومده ترکیب کرده. آره یعنی میشه اینو مثلا روی مبنای پاپ بخونی، مثلا روی حالتهای دیگه بخونیش، ولی اینی که رو رپ میاد همیشه اون حالت تاثیرگذاری و کوبندگیش بیشتره و اسم حالت ویدیو هم به شکل یعنی حالا مود ویدیو
درسته. این ویدیو ریلیز شده گذاشته، خب یعنی حالش داده به، یعنی احتمال داره که کلیپ دیگری داشته باشه که حالا شاید مثلا تصاویری از مادر توش بیاد، یعنی به شکل فیلم گونه. بله ولی می‌خواسته حال خودش رو به تصویر بکشه پای این آتیشه. یه روزی اسم مادرم روی دخترم میذارم. خیلی قشنگ بود اینجا. عشق خالص فدای نامت جانم تای خاکی دودایت خانم ماری بوی تو میاکی را آغوش گیرم بخوام که نامی دختر من با نامت مانم یک الله میخواد دیلم یک الله از اون الله میخواد دیلم آن صدا کنه از لبانی مدرم یک الله بازی بلا میخواد دیلم با الله یک الله میخواد دیلم یک الله از آن الله میخواد دیلم ویولون زیر گوش کن آن صدا کنه از لبانی محترم یک الله بازی بلا میخواد دیلم. رپ های قشنگ و جالبی هم داشت اگه یاد باشه قبل‌ترها که در واقع رپرهای تاجیکستان میشه. آره ولی آفرین. یه لئو هم داشتن خیلی خوب میخوند. حالا رپرهای زیاد خوبی داشت ولی این دوتا رو ما تو خیلی دلیه و خیلی کارهای خفن داره و خیلی مردم دوستش دارن. خیلی دوستش دارن، چون در جایی که مثلا ما دیدیم همیشه در تاجیکستان مثلا روی استیج ها و اینها اون نزدیکی که هنرمندان با مردم دارن، مردم حسای دقیق و واقعی هنرمندان رو بجز هنرشون یه بخشی از کاره و شخصیتشون رو میگیرن. بعد خواننده‌ای که میان اینجوری آهنگای دلی میخونن مثل این مادر، مثل این آهنگای عاشقانه این تیپی، مردم کاملا میفهمن که چقدر واقعی، بخاطر هم بیشتر دوستشون میدارن. خیلی هم هنر خیلی قشنگی داره، هم چقدر شعر قشنگی بود و باسترم که هم صداش هم اجراش فوق‌العاده بود. لذت بردیم و قشنگ بود دیگه. خلاصه امیدوارم که شما هم لذت برده باشید، با ما همراه بوده باشید تا اینجا و به زودی برمیگردیم خدمتتون. قربون شکل ماهتون، ماش به کلاتون تا این موزیک دیگه. خدا نگهدار.